سلام رفقا، به چنل بالونسیار خیلی خوش اومدید. عرض ادب و احترام. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت باشید. بچه‌ها امروز اومدیم با یه ویدیو جذاب و هیجان انگیز و سطح بالای دیگه از تاپ لدر. بچه‌ها بریم ادامه پوش کاپو بزنیم. از تاپ 200 می‌خوایم بزنیم برای تاپ 100، یعنی رنک دو رقمی، و توصیه می‌کنم ویدیو رو حتما تا آخر ببینید بچه‌ها. با ترکیب تخصصی خودم، ترکیبی که خودم ساختم، بالون سایکل ورژن 3 و بریم که ویدیو امروز رو شروع کنیم. فقط قبلش بچه‌ها لایک ویدیو فراموشتون نشه. چنل اگر سابسکرایب ندارید همین الان ساب بکنید. و هر روز بچه‌ها ساعت 8 شب ویدیو داریم، ویدیوهای خفن، سطح بالا، هیجان انگیز، فان و همه جوره. بچه‌ها سعی میکنم که همه چی رو با هم دیگه پوشش بدم و امیدوارم که مورد پسند شما باشه. خب بریم بچه‌ها سراغ مچ اول. حریف نماد 100 گرند چالش داشت و این نماد هیچ ارزشی از نظر من نداره. فقط ارزشش اینه که شما وقت داشته باشی، تایم داشته باشی بخوای گرند بزنی، وگرنه هیچ چیز خاصی نیست زدن این گرند و مثل آب خوردن، مثل بچه بازی میمونه اصلا. خب بچه خوردیم به ترکیب، ارزم به حضورتون که دریل و یه دونه اینجا ماینر از لاین مخالف. آخ 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 بچه اینجا یه اشتباهی که کردم این بود که اسنوبال رو روی تاور نخورد. اگه اسنوبال الان رو تاور میخورد بالون یه شات رو میزد، ولی خب اشکال نداره. حالا در ادامه سعی میکنیم که این سوتیه رو جبرانش کنیم. خب بچه ترکیب دیریل برای ورژن بالون سایکل کلا خیلی زده. هر ورژنی که بالون سایکل باشه براش زده و زدنش واقعا کار راحتی نیست. یکی دیریل بچه ها، یکی ریمیلی، یکی دیریل، یکی اسپلشات که این سیزن خیلی زیاد شده بچه ها. این ترکیبا انقدر زدنشون بچه ها برای بالون سایکل سخته که واقعا به همین راحتی نمیتونید این ترکیبا رو بزنید و این ترکیبا همه قلق داره که همه رو بچه‌ها بهتون در ادامه آموزش کاملش رو میدم و قول میدم که بتونید خیلی راحت و خیلی خفن از پس این ترکیبا بر بیاید. خب والکری یه دونه بزن. آخ 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 خدایا، یه صدام ثانیه کم آورد و اگه والکری یه ضربه الان زده بود به تسلا خورده بود بچه الان بالون یه شاتو میزد و کلا مچ اول افتادیم رو دور بدشانسی. حالا اولیه که خاله سوتی خودمون بود، ولی خب بعدی. خب بچه ها دریل اولوشن رو دستشه. خب ما هم والکری اولوشن چی روی دستمونه. خب اینجا ازش گرفتیم. عرضم به حضورتون که بیناموس چرا استفاده نمیکنه؟ خب بچه ها تسلا اولوشن داره، این حمله باید خب مجبوریم بچه ها لاین رو عوض کنیم. توی این لاین حمله کردن بیفایده است. به نازم بالون یه شات رو زد.
یه سایکل فوق العاده تمیز و تمام. اینم رفقا از مچ اولی، مچ فوق العاده هیجان انگیز و نفسگیر که با اسکیل وینش کردم و امیدوارم لذت برده باشید. بچه‌ها این مچ حساسیتش خیلی بالا بود، ترکیب فول زدی بود، نمیدونستم زیاد دارم بهتون توضیح بدم. ببینید بچه‌ها ترکیب دریل زدنش یه قلق خیلی خاصی داره بچه‌ها، اونم اینه که تنها کارت که اذیت میکنه ترکیب بالون سایکل تو این ترکیب خیلی بچه کارت پویزنه. یعنی مراقب این پویزن بچه خیلی باید باشید، پویزنشو باید سعی کنید ازش سوتی بگیرید. اگر پویزنشو توی حمله کردن توی دفاع کردن استفاده بکنه شما عملا حملتون هیچ و پوچ میشه و اگر دقت میکردید پویزنه که ازش گرفتم همون حمله باعث شد که بتونم بهش یه دمیج سنگینی بزنم. خب مچ اول بچه وینش کردیم و رسیدیم به رنک 139 جهان. بریم برای ادامه ویدیو. امیدوارم از مچ اول لذت برده باشید. لایک ویدیو فراموشتون نشه و بدون معطلی بریم سراغ مچ بعدی. بریم ببینیم مچ بعدی قراره به چه ترکیبی بخوریم و چه پلیری رو شکار کنیم. امیدوارم که پلیر خفن بخوره که ویدیو جذابی از آب در بیاد، وگرنه این پلیرها که زدنشون واقعا همچین برا من یکی جذابیتی نداره واقعا. خب خوردیم به اینو، من فکر کنم هوگ ترکیبش اگه اشتباه نکنم، میشناسم فکر کنم، نمیدونم والا مطمئن نیستم. عرضم به حضورتون که بله بچه ترکیبش ترکیب هوگه. خب ترکیب هوگه. یه دونه اینفرنو تاور و خیلی اینفرنو تاور تمیز. بچه‌ها دقت کنید به نحوه گذاشتن اینفرنو تاور، دقت کنید. یه خورده مکس کردم، اون مکسی که کردم به خاطر این بود بچه‌ها هوگ بیفته جلوتر و کانکت بشه، هوگ به اینفرنو تاور به هوگ کانکت بشه، وگرنه اگه اینفرنو تاور سری مینداختم گالم یخی رو میگرفت. همین نکات ریز بچه‌ها باعث میشه خیلی جلو بیافتید توی مچاپ هایی که میزنید و سعی کنید که این نکاتی که دارم بهتون میگم حتما رعایت کنید. بریم برای یه دونه ضد حمله. خب کارمون سخت شد. آخ سایکل نکنه که دمیج سنگینی خوردیم بچه. اوف. خب بریم برای گرفتن تاورش. عرضم به حضورتون که مچاپ خیلی سختیه بچه ها. ولی آناناس بنازم بالون ای ریدم تو دهنت سریس. دیوز چه سایکلی کرد پلشت. یه والکری تکامل بابا بنازم تمومه. کونت پاره. حالا ببینم میخوای حمله رو چجوری دفع کنی. خیلی تمیز پدرسگ دفعش کرد. تموم. خیلی ایزی و زیبا. و این هم رفقا از مچ دوم که امیدوارم لذت برده باشید. سطح این مچ هم واقعا بچه بالا بود و حریف به خاطر اینکه ترکیبش خیلی از من سبک‌تره بچه دیدید سری سایکل میکنه و اجازه نمیده که
بالون رو به تاورش برسونم و دیدید بچه تا من بالون رو مینداختم 2 تا کنون با هم مینداخت به قدری که ترکیبش سبک بود. این بچه از رنک 97 تا تاپ 100 رسیدیم به تاپ 100 جهان. در حال حاضر تو لوکال ایران میبینیم نفر چندمیم و بزنیم نفر 2 لوکال ایران هستیم بچه‌ها. بزنیم برای 1 لوکال ایران. امیدوارم تا به اینجا لذت برده باشید. اگر بچه‌ها خوشتون اومده لایک ویدیو فراموشتون نشه. بتلایی که زدم هم یه نگاه بندازید که لذت ببرید از دیدنشون و بریم بچه‌ها بدون معطلی برای عرضم به حضورتون که مچ بعدی. خب بریم ببینیم مچ سوم چه ترکیبی رو بهمون میده. اوه عجب پلیری خوردیم بچه، عجب پلیری خوردیم و بهترین پکا پلیر حال حاضر گلوبال آرچر رو گذاشت ترکیبش. آخ ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای. کارمون خیلی سخته. اسپل خلا داره دیوس، آرچر تکامل هم که داره و زپ هم که داره. دیوس هم یه جوره زد دمه دیگه هر جور حساب بکنی. خب دوباره انداخت. حالا این فرنو تاور ببینیم عکس العملش چیه. اسپل خلا رو 100% میزنه. اسپل خلا رو نزد. ببینیم ادامه چیکار میکنه. اوضاع خیلی وقتی مثل اوضاع بگاهیه و این دیوس سبک پلی دادن منو خیلی خوب میشناسه بچه ها و خیلی قشنگ میدونه چطوری پلی بده ناکس. زپو بزن جون مادرت، زپتو بزن، زپتو بزن. ای بله حالا که زپتو زدی کونت پاره است، کونت پاره است. بهت گفتم زپتو منتظر بودم زپتو بزنی. فقط یه نکته ای الان آرچر تکامل رو دستشه نه؟ بابا بنازم. اوف برو برو بالون 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 بابا بن. برو 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 سید بزن. تمام تمام. اینم از بهترین پکاپلیر گلوبال که توسط بابت بالانی ناکاوت شد. و امیدوارم که از مچ سومم لذت برده باشید بچه‌ها. اینجور پلیر رو بخورم بزنمشون حال میده، یعنی بقیه پلیرها کنسل، اصلا اون حالی که باید بده رو بهم نمیده. و اینم بچه‌ها از پرو پلیر ترکیب پکا. قطعا این پلیر رو بچه‌ها میشناسید، بهترین پکا پلیر گلوبال هست و مچاپ هایی که زدم امیدوارم که لذت برده باشید بچه‌ها. سطح بتل خودتون میدونید که چقدر بالاست و دارم الان داخل تاپ ارزم به حضورتون که 100 دارم داخل تاپ 100 پلی میدم و بریم ببینیم توی لوکال ایران چندم اومدیم. هنوز نفر دوم هستیم و یه بتل دیگه میخوایم تا 1 لوکال ایران و بریم که 1 لوکال ایران رو فتحش کنیم. امیدوارم بچه تا اینجا لذت برده باشید. اگر خوشتون اومده ویدیو رو لایکش کنید و چنل رو سابسکرایب کنید بچه. قلق ترکیب این که پکا رو بخواید بزنید بچه باید خیلی توجه داشته باشید. همش برمیگرده به سبک پلی دادن حریفتون بچه‌ها. باید سبک پلی دادن حریفتون رو بسنجید. ببینید بعضی پکا پلیرها هستن دفاعی حمله میکنن، یعنی با دفاع حمله میکنن، بعضیا تهاجمی حمله میکنن.
با توجه به سبک پلی دادن اون باید شما پلی بدید. بچه اینی که دارم میگم اگر کسی بالون سایکل پلیر باشه متوجه حرف من میشه، یعنی تجربه رفته اینو بهش میگه که باید چطوری حمله کنه، چه موقع وقت حمله، چه موقع وقت دفاع، همه برمیگرده به سبک پلی دادن حریفتون بچه‌ها. و اینم بگم که با اسپل خلا مینیون ترکیب پکا بچه‌ها 80 به 20 برای بالون سایکل ضده و شما کافیه که این ترکیب رو بچینید و بیان مقابل ترکیب پکا بتل بزنید ببینم چیکار میتونید بکنید. خب بریم بچه برای مچ آخر خوردیم به 2200 و بنازم اینو بزنم فکر میکنم 37 38 تا حداقل ازش کاپ بگیرم. اوه ترکیب ماستر عبدالفتاح یا ترکیب مورتار. وای آجی مورتار ماستر عبدالفتاح کنانه رو نمیاره. وای وای پسر 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 سخت شد آجی، کارمون سخت شد. یه دونه اسکلت حساب شده و تر و تمیز و 2 تا اکسیر رو ازش گرفتن، ولی خب فایدهش چیه؟ یه گل مخی از جلو بندازیم نقش تانکو داشته باشه و اوف به جای دراگونا بچه ها آرچر گذاشته و متاسفانه بازی به نفع حریفه. شانس ما اینم از شانس ما دیگه. این مچ بچه تو پاچمونه، این مچ رو نمیشه زدش. اگر دراگون داشت میتونستم یه کاری بکنم ولی چون آرچر تکامل داره هیچ کاری بچه از دستم بر نمیاد. مقابل کنونر هم که دیگه داره دیگه، خودتون دارید میبینید و شانس ما. خب حدسشو میزدم ماسکیتر رو برای همین نگه داشته بودم. خب مجبوریم بچه ها دفاعی پلی بدیم، هیچ چاره دیگه ای نداریم جلوی این ترکیب. بنازم اینفرنو تاور. آخ 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 پدرت لعنت کانکت نشدی تو. ریدم تو این لگ، ریدم توی این لگ. قرآنی اذیت نکن دیگه بابا ناموسم. بنازم بابا بنازم به مولا. تموم زدمش حاجی زدمش. وای 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 چه مچی شد به مولا. ساعت بتلا رو خدا وکیلی خودتون نگاه کنید ببینید چه جوری وین میکنم و امیدوارم که بچه ها لذت برده باشید. اینم از مچ آخر رسیدیم به یک لوکال ایران. فوق العاده مچاپ های جذاب سطح بالا داخل تاپ، فکر کنم الان تاپ 50 جهانم برسیم دیگه و به همین زیبایی به همین تمیزی بچه ها همه رو وینش کردیم و امیدوارم که این ویدیو بچه ها 40 تا مثبت داد. پشمام بیشتر از انتظار، فکر کنم 38 تا بده. 40 تا مثبت داد و اینم رفقا از تاپ 50 جهان و خدای بالون سایکل گلوبال رو دارید مشاهده میکنید. امیدوارم که از این مچ لذت برده باشید و رسیدیم به رنک 1 لوکال ایران. امیدوارم که از این ویدیو بچه خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید. یه نگاهی هم بچه به بتلا بندازیم، پلیرایی که زدیم هم بهتون نشون بدم، پروفایلاشون رو ببینیم که در چه حد بودن. حالا اینکه اونقدر بارش نبود ولی خب این پلیر خیلی خوبیه، بهترین پکا پلیر، قطعا همه شما اینو میشناسید و فوق‌العاده است. پلیرهای بعدی هم که خب دیگه دارید میبینید دیگه، همینطور پشت هم. این هم رفقا از ویدیو امروز. لایک ویدیو فراموشتون نشه. چنل اگر سابسکرایب ندارید حتما ساب بکنید. امیدوارم کیف کرده باشید. کامنت حتما بذارید. هر پیشنهاد، انتقاد، هر نظری که داشتید، هر جایی رو متوجه نشدید توی کامنت حتما بهم بگید. زمانشو بزنید برم ببینم بهتون جواب میدم. قلق و نکات همه طرفنده رو بهتون میگم توی ویدیو. مطمئن باشید بچه‌ها کسایی که ویدیوهای منو ببینن
این قولو بهتون میدم که در عرض 2-3 ماه حداقل ترکیب بالون سایکل فول بشن. خلاصه که خیلی عشقید و خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. تا ویدیو بعدی برای بچه یا علی.